صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، هممیهنان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که شادی و سلامتی مسیحایی قلب‌های شما را لبریز ساخته و روزگار را در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح به سر بیاورید. از اینکه خداوند مهربان این فرصت را به ما عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما حق جویان عزیز صحبت کنیم و پیام آور مژده آسمانی برای شما طالبان راستی باشیم، نام مقدسش را می ستاییم و صورت خیش را در برابر فیض عظیمش به خاک افکنده و او را می پرستیم. دعای من این است که در نیم ساعت آینده که از کلام خدا آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم، شما نیز صدای ملکوتی و پرقدرت او را در قلب خود شنیده و با پذیرفتن و اطاعت کردن از آن نه فقط خوشنودی خالق خود را به دست بیاورید، بلکه فیض و نجات و عنایات و برکات او را امروز نصیب خود ساخته و در آن زندگی کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل 4 که آخرین قسمت از این رساله می باشد مبذول می داریم. با آیات این فصل را غذای روح و روان خود نموده و از خدای یکتا استدعا می کنم که با عطا کردن روح القدسش همه ما را در درک و فهم معنی آیات یاری بدهد. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که شما مشغول باز کردن کلام خدا هستید، میخوام از همه کسانی که لطف کرده و برامون نامه می نویسن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که نامه هاتون برامون بسیار عزیز و گرامیان و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. رساله حضرت پولس به مسیحیانی که در شهر کولوسیه زندگی می کردند نوشته شده است. در سالهای 60 الی 62 میلادی، یعنی وقتی که پولس به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود. عرض کنم که شهر کولوسیه در آن زمان جزو قلمرو یونان ولی مستعمره روم محسوب میشد. منتها امروز خرابه‌های این شهر قدیمی رو در ترکیه امروز میتوان یافت. عرض کنم که وقتی که پولس در شهر افسوس بود، افرادی که در شهر افسوس بودند پیام انجیل رو از او میشنوند و به شهر خودشون یعنی کولوسیه میروند و پیام انجیل رو در شهر کولوسیه پخش میکنن. به زبان دیگر حضرت پولس خودش به این شهر نرفت که بشارت انجیل رو برسونه، بلکه کسانی که پیغام انجیل رو شنیده بودند به این کلیسا میرن یا به این شهر میرن و در آنجا با بشارت دادن کلام انجیل به دیگران کلیسایی رو تأسیس میکنن. افرادی که بر اثر شنیدن پیام انجیل مقدس در این شهر از بت پرستی و فلسفه گرایی یونانی دست برمی‌دارند و مسیحی میشن، کلیسایی رو تشکیل میدن. ولی چون که کلام خدا رو در اختیار نداشتند، در مورد شخصیت واقعی عیسی مسیح بین آنان اختلاف نظر به وجود میاد. گروهی مسیح رو فقط یک انسانی که پیام آور خدا بود می‌دانستند و گروهی دیگر او را مسیح موعود و شخصیتی که ذات خدا در او آشکار شده بود می‌دانستند. روی این موضوع بود که ایمانداران نیازمند کمک و مساعدت فکری بودند. پس آنان اپیفراس را به نمایندگی خودشون پیش پولس رسول که در روم بود می‌فرستند تا او را در زندان ملاقات کرده و حقیقت امر را جویا شوند. پولس در پاسخ به سوال آنها این رساله را می‌نویسد و در حقیقت در این رساله شخصیت راستین مسیح را تشریح می‌کند. او در فصل اول پس از مقدمه از آیه 15 به آنها نشان می‌دهد که مسیح کی بود و چه کرد. سپس درباره وظیفه مسیحیان در برابر لطف خدا و کاری که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده است صحبت می‌کنه و اوامری را می‌فرماید. از فصل 4 به ایمانداران اخطار می‌دهد که مواظب فلسفه‌های پوچ دنیوی باشند و از تعلیمات دروغی نیز برحذر باشند. از فصل 2 آیه 11 اشاره به عطیه تولد نو یا زندگی تازه‌ای که عیسی مسیح به انسان‌های گناهکار اما توبه‌کار می‌دهد اشاره می‌کنه و زندگی و طریق مسیحایی رو بیان می‌دارد.
سپس از آیه 15 در قبال عقاید یهود به این مسئله بسیار مهم که رسومات و قوانین مادی تأثیری در نجات و یا در زندگی روحانی شخص نداره اشاره میکنه و نشان میده و یا ثابت میکنه که آنچه که باعث نزدیک شدن و مقبول شدن ما در درگاه خداوند است ایمان ما می باشد و نه تشریفات و رسومات مذهبی و امر به معروف و نهی از منکری که بر اثر تفسیر کلام انسانها و یا معلمین مذهبی آن را به وجود آوردند. از فصل سوم اشاره به زندگی تازه‌ای که شخص بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست می آورد رو سخن میرانه و آن را تعبیر و تفسیر میکنه و اینکه چگونه امروز ما با کمک عیسی مسیح زنده قادر هستیم که به راستی عوض بشیم و صاحب شخصیت شایسته و آسمانی و مقبول پسند خدا بشویم. و سپس از آیه 16 خصوصیات این زندگی تازه را برای ما بیان می‌دارد و دستورات عملی رو به ما مسیحیان میده و میگوید که چگونه بایستی ایمانتون رو به وسیله اعمالتون آشکار کنید، زیرا که ایمان بدون عمل ایمان است مرده و اینکه به وسیله ایمان بود که شما صاحب فیض خدا شدید، به وسیله ایمان بود که گناهانتون بخشیده شد، به وسیله ایمان و اتکا کردن بر عیسی مسیح بود که اکنون از ظلمت و اسارت شیطان آزاد شده و به فرزندان خدا مسما شدید، به وسیله ایمان و اطاعت از مسیح بود که اکنون در عنایات و برکات خداوند زندگی می کنید. پس ایمانتون رو به وسیله اعمالتون آشکار کنید، زیرا ایمان بدون عمل یک ایمان مرده محسوب میشه و هیچ ارزشی ندارد. سپس از آیه 18 رفتار تازه که بین زن و مرد و فرزند و والدین و ارباب و غلام رو بایستی باشد برای ما آشکار میکنه و توجه همه رو به دو مطلب بسیار مهم مبذول می‌دارد و آن اطاعت از خدا و محبت کردن به یکدیگره، آن هم با محبتی که مسیح ما را محبت کرده، محبت خدایی که در آن نیت بد و غرور وجود نداره، در آن محبت خالصه، بی ریاست و جاودانه است و نفع خود را طالب نمی شود. در آیه اول فصل 4 به اربابان یادآور میشه که باید همیشه انصاف و عدالت را اجرا کنند و به کارفرمایان میگوید که شما ارباب‌ها باید با عدل و انصاف با خدمتکاران خود رفتار کنید و همیشه یادتون باشه که خود شما نیز اربابی در آسمان دارید که همیشه ناظر رفتار شماست و نظر به ظاهر نداره. یعنی خدا به باطن میگرد، به اعمالی که از قلبتون سرچشمه گرفته توجه دارد. پولس پس از اینکه به آنان یادآور میشه که همه انسانها را فقط یک ارباب هست، یعنی خدا یکتا، از آیه 2 چند پند روحانی بسیار مهمی رو به ایمانداران میده تا آنان را در ایمانشون تقویت سازد. ببینید او میخواد که همه آنان این اندرس‌ها را مو به مو اجرا کنند. چرا؟ زیرا آنانی که میخوان در دینداری و ایمان به مسیح زندگی کنند باید بدانند که در این دنیا همیشه با حملات اهریمنی روبرو هستند، همیشه با زحمت و سختی‌های فراوانی روبرو خواهند شد، همیشه با موانع بزرگی روبرو میشن. بنابراین لازم است که ایمانشون آنقدر قوی باشه که بتونن در برابر این حملات اهریمنی مقاومت کنن و ایستادگی کنن و در ایمان خود لغزش نخورن. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات فصل 4 جلب می کنم. ابتدا 6 آیه اول را براتون می خونم و سپس تفسیر آیات را به عرض شریفتون می رسونم. حضرت پولس می گوید: ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا بیاورید، چون که می دانید شما را نیز آقایی هست در آسمان. ای آقایان، با غلامان خود یا ای کارفرمایان با کارگران خود با عدل و انصاف رفتار کنید. چرا؟ چون که فراموش نکنید شما را نیز آقایی هست، اربابی هست در آسمان، یعنی خدا. و در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید و درباره ما نیز دعا کنید که خداوند در کلام خود را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جد آن در قیدم بگویم و آنطور که می باید تکلم کنم و مبین سازم. زمان را یافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید و گفتگوی شما همیشه با فیض باشد
و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه باید جواب داد. دقت کنید، این آیات رو یک بار دیگه براتون میخونم. میفرماید ای آقایان با غلامان خود عدل و انصاف را به جا بیاورید، چون که میدانید شما را نیز آقایی هست در آسمان. و شما همیشه در دعا مواظب باشید و در دعا با شکرگزاری بیدار باشید و درباره ما نیز دعا کنید که خداوند در کلام را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جهت آن در قید هم افتادم بگویم و آنطوری که می باید تکلم کنم و مبین سازم. از شما زمان را یافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید. گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه باید جواب داد. ببینید، به زبان ساده تر حضرت پولس میگوید که شما از دعا کردن خسته نشوید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید و منتظر جواب خدا بمانید و فراموش نکنید وقتی جواب هم میگیرید از خدا تشکر کنید. یادتون باشه که برای ما هم دعا کنید تا خدا فرصتهای زیادی به ما لطف کنه تا پیغام دلنشین انجیل مقدس را به دیگران برسانیم که به خاطر آن الان در اینجا زندانی شدم. میگه دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال برای دیگران بیان کنم و از هر فرصتی حتی اکثر استفاده را بکنم و پیغام دلنشین انجیل رو به سمع مردم برسونم. و اینکه شما بدانید که چطور با کسانی که هنوز مسیحی نشده اید عاقلانه رفتار کنید و حرفایتون در عین حال که با معنی است نبایستی خالی از لطف و کرم باشه، چون در آن صورت برای هر کسی جواب مناسبی خواهید داشت. دوستان عزیز، در این آیه ملاحظه می‌کنیم که اولا حضرت پولس در آیه 2 میگه که شما باید همیشه دعا کنید و یا در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید، هوشیار باشید، برحذر باشید. ببینید، این دو کلمه یعنی دعا کردن و بیدار بودن یا هوشیار بودن همیشه همراه هم هستند، با هم هستند. و مقصود این است که اگر شما برای چیزی دعا میکنید و خواست خدا را در آن میبینید، بایستی آنقدر ایمان داشته باشید که در انتظار جواب از خدا هم باشید و یا جواب را از خدا بگیرید. جای تأسفه که اکثر مردم وقتی دعا میکنن، وقتی راز و نیاز با خدا میکنن، وقتی از خدا تمنایی میکنن، وقتی که درخواستهای خود رو به حضور خدا بیان میدارن، میگن که ایمان دارن خدا جواب میده، برای همینه که دعا میکنن و اون مطلب رو به خدا میگن. اما دوستان عزیز، عملا ایمان به دریافت پاسخ رو ندارن. البته همونطور که عرض کردم زبانن میگن که ما ایمان داریم که خدا جواب دعا رو میده، برای همینه به هر حال داریم دعا میکنیم، ولی عملا آن رو آشکار نمیکنن. میگوین در دهکده کوچکی در غرب مردم هر روز به کلیسا میآمدن تا دعا کنن، زیرا خشکسالی سختی بود. یک روز طبق معمول گروهی برای دعا در روز بدون ابر و آفتاب داغ به کلیسا میان. پس از دعا کردن کشیش متوجه میشه که پیرزنی به همراه خودش چتری آورده است. بقیه در حالی که داشتن او را مسخره میکردند که چرا در این روز آفتابی و بدون ابر چتر با خودت آوردی، کشیش از پیرزن میپرسه که چرا این کار را کردی، چرا چتر را با خودت آوردی؟ و پیرزن پاسخ میده که من آمدم تا دعا کنم به درگاه خدا. من آمدم تا تقاضای باران از خدا بکنم و من ایمان دارم که خدا دعای مرا میشنوه و چون میدانم که خدا پاسخ دعایم را میدهد و نمیخوام خیس باران بشم، چتر را با خود آوردم تا وقتی که باران آمد خیس نشم و خشک به منزل برسم. کشیش و دیگران متوجه بی ایمانی خود شدند. عمل این زن به آنها ثابت کرد که اگرچه دارن دعا برای باران میکنن ولی بی ایمان هستن. چرا؟ چون دعا برای باران میکردن ولی قلباً انتظار جواب نداشتن. ولی این پیرزن در روز آفتابی بدون ابر برای دعا میاد و چترم با خودش میارد. اون چتر دوستان عزیز عمل ایمان بود، یعنی ایمان در عمل آشکار شده. حالا پولس رسول میگه شما مثل این افراد نباشید که از خدا تقاضا میکنن اما قلباً ایمان ندارن که جواب دعا را از خدا بگیرن.
بلکه میگه اگر دعا میکنید ایمان داشته باشید که خدا جواب دعاتون میده و وقتی جواب دعا رو گرفتید فراموش نکنید که خدا را شکرگزاری کنید. قدر شناس باشید، خدا را به خاطر اینکه جواب دعاتون داده است شکر کنید. دوست عزیز، آیا در این امر شما غفلت ورزیدی؟ من حقیقتا میتونم اعتراف کنم که بله، من در این امر غافل بودم. دعا کردم و خدا از روی فیضش جواب دعامو داده، ولی شکرگزاری نکردم. او را سپاس نگفتم به خاطر اینکه جواب دعامون داده است. و برای ما مسیحیان خیلی مهمه که همیشه بیاد داشته باشیم که از خدا چه خواستیم و وقتی جواب را گرفتیم خدا را شکر کنیم. در مسیحیت دعا و عبادت و ستایش خدا شاید بزرگترین عطیه‌ای است که در تکلم وجود دارد. دعای ستایش، دعای التماس، دعای بخشش، دعای حاجت، دعای برای شفا و دعا برای یکدیگر. خیلی جالبه که در اینجا ببینیم که حتی حضرت پولس هرگز احساس شرم نمی‌کرد تا از دیگران بخواد براش دعا کنند. چرا؟ زیرا به نیرویی که در دعا بود واقف بود و می‌دانست که دعا قادر نیازهای روحی و معنوی اشخاص را برطرف کنه. و برای همین دوستان عزیز که من از شما تمنا می‌کنم که برای ما دعا کنید. دعا کنید که در وظیفه‌ای که خدا به ما داده است وفادار باشیم، امین باشیم و کلام را صادقانه بدون تعصب بیان کنیم تا دیگران که طالب حقیقت هستند پیام را بشنوند و ایمان بیاورند. در این آیات حضرت پولس مشخصاتی چند ابتدا درباره دعا به ما میده. برای نمونه در آیه 2 همونطور که ملاحظه کردیم وفاداری در دعا و بیدار بودن یا هوشیار بودن در دعا رو برای ما بیان میکنه که میگه بایستی همیشه وفادار باشی در دعا کردن. این نیست که ماهی 1 دفعه دعا کنید یا روزی 5 دفعه یا 7 دفعه یا 3 دفعه دعا کنید. خیر، همیشه دعا کنید و در دعا کردن غفلت نورزید. و سپس ممنون بودن یا سپاسگزار بودن از خدا را مورد تاکید قرار میده و سرانجام در آیه 3 میفرماید که دعا باید با هدف و مقصود خاصی باشد. خیلی جالبه ببینیم که چرا پولس از ایمانداران شهر کولوسیه میخواد که براش دعا کنن. او نمیگه که دوستان عزیز برای من دعا کنید تا از زندان آزاد بشم. نمیگه که دعا کنید تا امپراتور کافر و سربازان بت پرستش نابود بشن. نمیگه که دعا کنید تا من از زندانم خلاص بشم. خیر، برعکس، برای پولس وفادار بودن به انجیل مقدس به مراتب با ارزشتر از آزادی دنیوی بود. پولس در زندان بود به خاطر رساندن مژده انجیل و حالا هم از ایمانداران میخواد که برای دعا کنن تا در ادامه دعوتی که از جانب خدا داشته موفق باشه. امید پولس این بود که خداوند به او حتی در زندان توانایی بده تا بتونه پیام انجیل رو به طور ساده و روشن به سمع مردم بت پرست برسونه، تا آن سر الهی رو به سمع مردم برسونه. چه سری؟ مژده آسمانی که خدا در جسم عیسی مسیح با بشر تماس گرفته است تا پیام نجات را به انسانهای بت پرست برسونه، اونایی که قصد قتل او دارن. برای پولس وفادار بودن به دعوت خدا به مراتب مهمتر بود تا آزاد شدن از آزار جسم و از زندان. دوست عزیز، آیا شما نیز براتون پیام خدا مهمه؟ آیا دعوتی که خدا از شما کرده است براتون مهمتر از مشکلات زندگی و یا به خاطر مشکلات زندگی ایمانتون رو منکر میشید؟ خدا کند که اینطور نباشد. در آیه 5 و 6 می‌بینیم که پولس هنوز به فکر مردمی بود که پیام انجیل رو نشنیده بودند، مردمی که او را دستگیر و زندانی کرده بودند، مردمی که به او فحش و ناسزا داده و او را آزار و شکنجه می‌دادند. ببینید دوستان عزیز، او به عنوان یک مسیحی از خدا نمی‌خواد که آنان رو لعنت و نفرین کنه، بلکه تمنا می‌کند که به خودش حکمت بده، قدرت بده که بتونه آنها را محبت کنه و محبت خدا را به دشمنانش آشکار کنه. به راستی چه ایمان واقعی بود. دوست عزیز، آیا این چنین اشتیاقی در قلب شما هست؟ راستش کسی که حقیقتاً با مسیح زندگی میکنه، با مسیح حرف میزنه، خود آنقدر غرق در محبت مسیحایی خدایی میشه که قلباً همه را میخواد محبت کنه. از آیه 7 الی آخر فصل که خاتمه رساله نیز محسوب میشه، پولس اسامی بعضی از ایمانداران را برامون بازگو میکنه. اول تیخوکوس است که دستیار پولس بود و حضرت پولس او را همراه با افرایس به نزد ایمانداران میفرسته تا آنها را تعلیم بیشتری بده. دوم اونوسیموس که او همان غلامی بود که بر اثر دزدی از منزل اربابش یعنی فیلمون
فرار میکنه و بعد در زندان روم اسیر میشه، به اصطلاح در اونجا زندانی میشه و وقتی که پولس در زندان بود با او ملاقات میکنه و بشارت انجیل رو به او میرسونه و اونسیموس بر اثر شنیدن پیام انجیل توبه میکنه و پولس او رو شاگرد مسیح میسازه و بعداً وقتی که آزاد میشه او رو نزد اربابش میفرسته و در نامه‌ای که برای فیلیمون میفرسته از او میخواد که او را دیگه نه به عنوان غلام بلکه به عنوان برادر بپذیرد. همچنین از مرقس حواری نیز نام میبرد که در این زمان همراه با پولس در روم بود و از یسوع نامی هم ذکر میکند که نژاد یهود داشت و یا از یهودیت به مسیحیت روی آورده بود. سپس نام چند ایماندار دیگر که در کنار بودند ذکر شده است، از جمله حضرت لوقا که دستیار رسول خدا بود. اما ازتون دعوت میکنم که به آیات توجه کنید. حضرت پولس میگه که تیخاکوس برادر عزیز و خادم امین و هم خدمت من در خداوند از همه احوال من شما را خواهد آگاهانید که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلی بدهد. با اونوسیموس برادر امین و حبیب که از خود شما است، او شما را از همه گزارش اینجا آگاه خواهد ساخت. ارستوخوس را که هم زندان من است به شما سلام میفرستد و مرقس عموزاده بارنابا که درباره او حکم یافته اید، هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید. و یسوع ملقب به یوستوس که ایشان تنها از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت شده باعث تسلی من گردیدن سلام میرساند. اپیفراس به شما سلام میرساند که یکی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد میکند تا در تمامی اراده خدا کامل و متفن شوید. و برای او گواهی میدهم که درباره شما و اهل لاکودیه و اهل هیراپولوس بسیار منت میکشد. و لوقای طبیب حبیب و دیماس به شما سلام میرسانند. برادران در لادوکیه و بانو نیمفاس و کلیسایی را که در خانه ایشان است سلام میرسانند. و چون رساله برای شما خوانده شود مقرر دارید که در کلیساهای لادوکیا نیز خوانده شود. و به ارخیپوس بگویید که با خبر باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته‌ای به کمال رسانی. تحیت من پولس به دست خودم. زنجیرهای مرا به خاطر دارید. فیض خداوند ما با شما باد. آمین. دوستان عزیز، این آیات در حقیقت تصویری است از موقعیت زمانی مردم آن زمان که به وسیله این افراد و کارهاشونی که میتونیم تصویر کاملی در نظر داشته باشیم و پی ببریم که چگونه بشارت انجیل پخش میشد و چه کسانی در این راه زحمت میکشیدند. در آیه 7 الانو پولس تیخیکوس را که همکار و هم رمز خودش بود و به اصطلاح در جنگ روحانی با او شرکت میکرد برادر خود میخوانه که در راه بشارت انجیل کوشش بسیاری کشیده و سختی‌ها را تحمل نموده است. و از آیه 10 الی 18 دوستان دیگر از جمله کسانی که در روم به وسیله بشارت پولس رسول مسیحی شده بودند را ذکر میکنه. آنانی که نه فقط پیام انجیل رو شنیده بودند بلکه در راه رسانیدن بشارت انجیل نیز زحمت بسیاری کشیده بودند. اونوسیموس همونطور که عرض کردم یک غلام فراری بود که وقتی که پولس در زندان بود شاید هم اتاقی او در زندان بود و با شنیدن پیام انجیل مسیحی میشه و احتمالاً همه مسیحیان شهر کولوسیه اونوسیموس رو میشناختن. چرا؟ چون که اگر به خاطر داشته باشید جلسات اولیه در منزل ارباب او برگزار میشد. پولس میگه او خواهد آمد و خودش براتون تعریف خواهد کرد که چگونه مسیحی شده و شما را از همه چیز آگاه خواهد ساخت. در رساله به فیلیمون متوجه میشویم که اونوسیموس غلام چیزی رو از منزل میدزده و به شهر روم فرار میکنه، ولی در آنجا دستگیر میشه و به زندان میافتد و پولس در نامه‌ای که مینویسد از فیلیمون دعوت میکنه، خواهش میکنه که او را به عنوان برادر بپذیرد. چرا؟ چون که مسیحی شده بود و توبه کرده بود. سپس پولس کشیش کلیسای کولوسیه را خدمتگزار واقعی عیسی مسیح میخواند. میفرماید او با اینکه از شما دور است ولی همیشه به یاد شما میباشه و هر روزه با جدیت برای شما دعا میکنه و از خدا میخواد که شما را در ایمانتون قوی کنه تا خواست خدا را هر روزه برای هر کاری که میکنید بدانید و از او اطاعت کنید.
پولس میگه قدر کشیش و رهبر خودتون رو که صادقانه برای شما فعالیت میکنه بدانید. او خیلی جدی کار میکنه تا شما را در ایمانتون قوی بسازد و هدایت کند. از آیات بعد متوجه میشویم که در شهرک مجاور یعنی لادوکیه نیز چند نفری تازه مسیحی شده بودند که دور هم در منزل بانو نیمفاس جمع میشدن. پولس میگه این رساله را نیز برای ایمانداران آنها بخونید تا آنها نیز به مقام منجی بودن عیسی مسیح پی ببرند و در ایمان قوی بشن. و دوستان عزیز، دعای ما نیز در خاتمه این است که نه فقط شما متوجه مقام پرشکوه و یگانه مسیح مقدس و زنده باشید، بلکه با ایمان آوردن به او صاحب زندگی تازه شده و حیات جاودان را نصیب خودتون کنید. و با دعای پولس با شما خداحافظی می‌کنیم که فیض مسیح با شما باد. فیض مسیح با شما باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.